حضرت میگوید پروردگار دوستان خودم، عاشقان خودش مبتلای در مصیبت میکند. هر کسی را که دوست می‌دارد، هر کسی را که می‌خواهد که با خود نزدیک گرداند، او را در بلا و در مشقت پروردگار گرفتار می‌کند. من یرید الله به خیرا یصب منه. حبیب خدا میگوید پروردگار از کدام بنده نیکی خواهد وی را در مصیبتش گرفتار میکند، وی را بالاش رنج و مشقت میارد تا که این بنده من صبر کننده شود و برای او من اجر نصیب گردانم. پیش از آنی که من مصیبت میگویم، شما برادران عزیز شاید فقط در خیال گذرانید که پدر و مادر شما وقتی از دنیا میگذرد همین از مصیبت و بس. پدر میگذرد مصیبت است، مادر میگذرد مصیبت است، فرزند میگذرد مصیبت است، اکه و خواهرهایی که از ما و شما جدا میشوند مصیبت است. در برابر این اگر ما و شما در راه اگر حتی پیشپایی خورده و حتی در زمین افتیم، اینم مصیبت است. حبیب خدا میگوید حتی بندهای کفش شما از پایتان کشاده شود، اینم مصیبت است. اگر شما فرزندی نااهل، اگر فرزندی که اطاعت پدر و مادر نمی کند، اینم برای شما مصیبت است. اگر دخترهایی که از ما و شما هست اونها اطاعت پدر و مادر نمی کنند، به شرم و به حیااند، اینم برای ما و شما مصیبت است. اگر ما و شما در یک صدمه دوچار می شویم، اینم مصیبت است. اگر در خاندان ما و شما زنهایی داشته باشیم که اونها فرمان ما و شما را اجرا نکنند، اینم برای ما و شما مصیبت است. انسانهایی که امروز بیزنند، اینم برای اونها مصیبت است. انسانهایی که امروز از طاعت پروردگار دور هستند، اینم مصیبت است. همه این مصیبت است. از این خاطر برای در بعض اینها باید ما و شما صبر کننده باشیم و از بعض اینها برای خلاص شدنش از پروردگار ما باید که یاردم طلب کنیم. چگونه که پروردگار در قرآن یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. پروردگار میگوید وقتی بندگان من شما وقتی در یک مصیبت، در یک بلا و رنج و مشقت گرفتار می شوید، به سوی پروردگارتان یاردم طلب کنید، از پروردگارتان یاردم طلب کنید. البته چگونه که من ذکر کردم، رنج و مهنت، عذاب و مشقت بالای ما و شما البته به البت می آید. این انسانی را که پروردگار اینقدر وصف میکند در قرآن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان در بهترین صورت آفریدیم. ما برای انسان فهمیش دادیم، ما برای انسان دست نوشتن دادیم، ما برای انسان خوراک‌های دیگرگون و رنگارنگ جدا کردیم. وقتی خداوند انسان اینقدر صفت میکند، حتی در سوره اسراء اگر ما و شما نگاه کنیم، الله میگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا.
الله میگوید من بنی آدمه، یعنی فرزندهای آدمه، یعنی اشاره به سوی ما و شما طبقه آدم. الله میگوید من شما را مکرم ساختم، من شما را شرف و عزت و قدر دادم، حتی نظر نمیکنی. حملناه فی البر والبحر، اگر تو در خشکی سفر کنی من برای تو اشتر، من برای تو اسب، من برای تو خر، من برای تو دیگر چارپاها را آماده کردم که حتی در بیابانها تو مانده نشوی، بالای اونها سوار شوی به آن مکانی که مقصد داری رفته برسی. فی البحر، پروردگار میگه اگر سفری بحری داشته باشی، سفری بالای دریایی داشته باشی، من برای شما کشتی ها آماده کردم تا که شما در داخل بحرها عذاب و شکنجه نخورید. همه این به خاطر چی است؟ به خاطری که انسان ما شرف دادیم، انسان ما قدر و قیمت دادیم. چنان فضلی که داد استم به آدم، به جبریل و به میکائیل ندادم. الله میگوید آن فضلی که من به فرزند آدم دادم به جبرائیل و به میکائیل دادگی نیستم. آنجایی که فرزند آدم محمد صلی الله علیه و سلم رفت، جبرائیل رفتگی نیست، جبرائیل رفتگی نیست. و همین فرزند آدم خداوند در قرآن چی میگوید؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در رنج، ما انسان در محنت، ما انسان در سختی های دنیا قرار میدهیم. انسان در سختی ها و بلا و مشقت های دنیا گرفتار می شود. حتی مفسرای قرآن میگویند نظر کنین، از روزی که از نقطه اول حیات شما، از همان بطن مادر که گفتی حضرت مولوی درون پرده های تنگ و تاریک، از همون درون پرده های تنگ و تاریک مهنت و مشقت ما و شما سر می شود تا زمانی که ما و شما به دنیا می آییم. در دنیا رنج و مهنت ها می بینیم، بعد این رنج و مهنت ها را دیدن باز به چی روبرو میشیم؟ به مرگ روبرو میشیم، به یک مرگی که پیغمبر خدا عایشه صدیقه میگوید زمانی که حبیب خدا میگوید در درد موت گرفتار شد، برای من اشاره کرد که در یک ظرف آب بیار. وقتی آب آوردیم حضرت میگوید در پیشش گذاشتند، چنان تبش بلند میشد که دست مبارک تر میکرد و در پیشانیش حضرت میگذاشت و بعدی گذاشتن چی میگفت؟ اللهم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، پروردگارا در سختی و مشقت مرگ حبیب تیاردم بکن، حبیب تیاردم بکن. یعنی همون مرگ ما و شما باز روبرو میشویم.